اومدیم با یه برنامه ستیز، این طرف استقلال، این طرف پرسپولیس. نظر در مورد ستیز استقلال و پرسپولیس چیه؟ استقلال کی؟ استقلال کی؟ یعنی چی؟ استقلال کی؟ خب نمیشناسم. در حدی نیستم بابا. ستیز چی؟ اوکی. نظر در مورد ستیز استقلال و پرسپولیس چیه؟ استقلال همون تیمی که امسال هفته شد یا چند سال پیش با منصوریان 6 تایی شد. اونو میگی؟ به ما نمیخورن متخصصای لعنتی. ما میخوایم به اون دعوای همیشگی پایان بدیم. استقلال یا پرسپولیس؟ استقلال 100% پرسپولیس. چی شد استقلالی شدی؟ همه استقلالی هم نظر من. فقط تو مسیرهای اشتباهی قرار میگیرن زندگیشون. من وقتی به دنیا اومدم استقلالی بودم. که همه که نمیتونن اشتباه کنن. همیشه پرسپولیسیا بیشتر بودن و هستن و خواهند بود. آخه همونجوری که زمانه قدیم، زمانه پدرامون مشخص بود، الان هم مشخصه. آخه داستان اینه که پرسپولیس فقط زیادن، این پراید فقط زیادن هست. داستانش اینه. آره قضیهش چیه مثلا؟ تو آلمانم بیاموبن زیاده. آخه ما داریم داخلی نگاه میکنیم. خارجی دقت نمیشه بشه. ولی آخه داستان اینه که من همونجای استقلالی شدم که نگاه کردم ببینم کیا پرسپولیسی ان کیا استقلالی و ترجیح دادم استقلالی باشه. کیا استقلالی ان کیا پرسپولیسی؟ بالاخره از تاریخچه باشگاه و اسطوره‌ها و آدمایی که استقلالی ان مشخص. این آقای تهران تاریخچه باشگاه و اسطوره‌های ما که علی دایی، علی کریمی، کریم باقری، وحید هاشمیان، مهدی مهدوی‌کیا. وحید هاشمیان همون نبود که حیا کن رها کن نشو سر دادیم؟ مثل جواد نکونام بود دیگه. بالاخره آقا جواد نکونام 2 فصل تیم ما بازی کرد. بعد مثلا علی آقا دایی که شما میگین که بزرگ فوتبال چند فصل تو پرسپولیس بازی کرد؟ 3 سال حضور داشته. ببین یه چیزی دیگه هستش، مربی هم افتخار آورده برای پرسپولیس. چه افتخاری؟ قهرمانی لیگ آورده، قهرمانی حذفی آورده. قهرمانی لیگ با پرسپولیس؟ آره. فکر نکنم. مطمئنی؟ آره افشین قطبی بود قهرمان. شما تا قبل از 95 شاید قهرمانی رو مثلا در 13ام و 12ام و اینا جدول میدیدین. اون موقع اونجوری شاید علی آقا دایی قهرمان شده باشن با پرسپولیس. ولی خب اونجوری که قبول نکنم که اونجوری بوده باشه، چون زمان آقای درخشان و آقای افشین قطبی هم استقلالی وجود نداشت. رقابت بین سپاهان و پرسپولیس بود. آخه داستان به اینه که ما از سال اون دهه‌ای که شما میفرمایید 2 بار قهرمان لیگ شدیم. ما همون سال نیمه نهایی آسیا رفتیم، بالاخره قهرمان حذفی شدیم. یه اباعتی داشت استقلال اون تایما که متاسفانه نبود در تیم پیروزی. درسته استقلال تیم با اصالتیه، تیمیه که همیشه خوب بوده، ولی منطقی بخوایم بریم به مسئله نگاه کنیم توی باجه زمانی بسیار زیادی استقلالی وجود نداشت. مثلا سال 72 73 که من نبودم ولی استقلالی وجود نداشت. رقابت تو فوتبال ایران زیاد بود بین پرسپولیس، سپاهان، پاس، نفت تهران. من فکر کنم اون سالی بود که به خاطر اون شکایت‌ها و مشکلاتی که حالا دوستان رقم زده بودن اون سقوط کردیم دستای پایین‌تر. و یعنی همون فصل من فکر کنم استقلال یا دوم جدول بود یا سوم جدول به خاطر کسری امتیاز پایان فصل رفت دیگه دست پایین. حالا من تا جایی که میدونم استقلال میفته پایین‌تر. من فکر می‌کنم قهرمان میشن میان بالاتر، نگو نایب قهرمان لیگ 2 لیگ 3 میان لیگ اصلی و به فوتبال برتر ایران برمیگردن. نشنیدیم. پرسپولیس هم تو 10 سال گذشته تیم خوبی بوده. بالاخره خب حالا کسی مانعش نمیشه که کلی افتخارات آورده، 2 بار فینال آسیا رفته و خب تیم بزرگی داریم. قبلش پرسپولیس یادم نمیاد. من 4-5 تا رفیق پرسپولیس داشتم، همه تراکتوری سپاهانی شده بودن اون موقع تا قبل از اینکه حالا آی برانکو بیان و باشگاه چیز شه. خب می‌دونید تا قبلش پرسپولیس 7 تا جام داشته و استقلال هم 8 تا جام داشته. بله. دیگه آقای برانکو نبودن همچنان، ولی خب افشین قطبی بودش و آقای علی دایی بودن. یه مربی خارجی دیگه هم داشتم اسمش یادم نیست ولی مصطفی دنیزلی. آره مصطفی دنیزلی ترک بود. اینا بودن. ولی پرسپولیس بعد از اون که برانکو قبلش بیاد با استقلال 9-9 بودن تعداد جام.
ولی همچنان 8-9 بودن و وقتی که فراد مجیدی اومد یه جام گرفت تازه شدید 9 ولی خب پرسپولیس تا 16 رفته. حالا ما لیگ برتر کشور حذفی رو ما میگرفتیم. جواد زمان نیک قائدی هم بود دیگه تو پرسپولیس. دهه 80 بود، اوایل 80 بود. آره. بزرگترین توهم طرفداری تیم مقابل چیه؟ بزرگترین توهم پرسپولیسیا. توهم کلا پرسپولیس‌ها یه مقداری دارن این داستانو، ولی اینکه احساس میکنن با اینکه تونستن تو این 10 سال 12 سال نتایج بهتری بگیرن تیم بزرگتری نسبت به استقلالن، یه مقداری خودش توهم دارن. این سه تا ستاره چیه؟ ستاره سوم کی گرفتی؟ آخه داستان اینه که این پیرن نیمه نهایی آسیامونه. ما در راه سومین ستاره بودیم که متاسفانه نشد. اگه اون برام نکنم 4 تا فینال آسیا رو می‌بینیم، اون برام 4 تا استوانه ترکیه داره. آخه من نمیدونم، اینا 9 بار قهرمان لیگ شده بودن، بعد 10مین باره که قهرمان لیگ شدن یه فلسفه جدیدی اومد که هر کی 10 بار قهرمان شده برای ستاره بزنه. یوونتوس داره، پاریس سن ژرمن داره، بایر مونیخ داره. آخه نبود تو ایران هم شده. حالا ما هم 9 تا قهرمانی داریم. ان شاءالله امسال قهرمان دوم بشیم می‌کنیم 3 تا. میدونی چی؟ اگه کار به ایشالا ماشاءالله باشه که همه قهرمان میشن. ما هم استقلال 36 تا جام رسمی. من یه سوال دارم، این 36 تا جام رسمی. شما بیشتر دارین فکر کنم از 30. 40 خورده بعد داشته باشه. نه، ما 39 تا در مجموع داریم. تمام جام‌هایی که وجود داره 39 تاست. تا جایی هم که میدونم استقلال 24 تاست. خب و ما تنها تیمی هستیم که در لیگ ایران تمام جام‌هامون رو داخل موزه باشگاه قرار دادیم و باشگاه استقلال خب نمیدونم حالا یه سری جام‌ها رو گرفته نگرفته چجوری بوده، بنر زده، یعنی عکسشو گذاشتن گفتن ما این جامو داریم. حالا میتونی بیای ثابت کنی میگی نداریم. آخه جاستن اینه که جامای ما رو خب با استاپ نمیفرستادن برامون. ما بالاخره اونجا سری شما دیگه بود. وقتی قهرمان لیگ بشی، قهرمان جام حذفی بشی، دیگه جام سوپر جام با اسنپ برات میفرستن. نه آخه داستان اینه که لذتی نداری که بخواید جام ببریم. یه تیمی اول میشه در لیگ و قهرمان حذفی میشه، با تیم دوم سوپر جام برگزار میشه. درست. شما اون سال به خاطر اینکه استقلال اردو داشت ترکیه، فکر کنم سال 97 بود اگه اشتباه نکنم، اومدن چیکار کردن؟ اومدن گفتن اوکی استقلال ترکیه اردوه، اب نداره، 3-0 پرسپولیس جام بر پرسپولیس. جام این شکلی. ولی داستان اینه که خب اصلا شما 100 تا جام، ما 2 تا جام. همون 2 تا جامه که شما تو این 100 تا دنبالش می‌گردین و ندارینش. کدومتون قدیمی‌تره؟ استقلال از نظر تاریخی، استقلال از لحاظ تأسیس باشگاه قدیمی‌تره. 1332 اگه اشتباه نکنم. الان با یه چیزی، الان من به عنوان یک مخاطبی هستم که فوتبال نگاه نمی‌کنم. من الان این حرفی که شما زدید رو من متوجه نشدم واقعیت. من الان فقط یه چیزی می‌بینم تو سطح جامعه، می‌بینم اکثریت همه میگن پرسپولیس، هم سلبریتیایی که من می‌بینم توی فضای مجازی اینستاگرام و اینا می‌بینم استقلالیه. قضیه چیه الان؟ پرسپولیس عام‌پسند، استقلال اقلیته. اینو برای من توضیح بدید. من الان هیچ چیزی ببین عام‌پسند که جدیداً عام‌پسند شده، چون نگاه کن به تاریخ فوتبال نگاه کنی، یعنی قبلا زمان پدر مادرهای ما نگاه کنی، تو این میز فوتبال رو در نظر بگیر، استادیوم استقلالی‌ها یه گوشه میشستن، تعدادشون خیلی کم بوده، کل ورزشگاه پرسپولیس میشه، یعنی عکس‌ها و ویدیوهاش موجوده که مثلا منصوری‌ها میره سمت هواداری استقلال، خب یه 3 تا جایگاه نشسته بودن پر نشده، یه اینجوری میکنه. مثلا شعارها بوده مثلا در علیه اون استقلالی‌ها، رفته خب همینجوری که مثلا میاد دهه 70 دهه 80 دهه 90 استقلالی‌ها بیشتر شدن. این به خاطر چی بوده؟ به خاطر جام‌های امجدیه که گرفتنه. استقلال و تیمسار خسروانی پایه‌گذاری کرد. باشگاه استقلال اسمش تاج بود. باشگاه تاج که پایه‌گذاری شد خب یک باشگاهی بود و اصلا پرسپولیس یا موقع شاهین بود، ولی خب بازم شاهینه هم از استقلاله از تاجه مقدار قدیمی‌تر. اصلا عامه مردم و عامه جامعه طرفدار تاج بودن، چون اصلا بقیه تیم‌هایی که وجود داشتن اصلا در حد اون رقابت با تاج نبودن اون زمان. خب بالاخره طبیعی هم بود، اون موقع تاج تیمی بود که خب مال شاهنشاه بود، مستقیما مال تیمسار خسروانی بود و این داستانا. بعد از انقلاب خیلی از جام‌های تاج رو بردن، تاج رو تبدیل کردن به استقلال و خب اون رزومه و اون درخشانی که تاج قبل انقلاب داشت رو خیلی از مسائلش رو گرفتن از ما و تبدیلش کردن به استقلال که دوباره استقلال جون گرفت، دوباره اومد بالا. خب پرسپولیسی الان، ولی خب زمان قبل انقلاب طرف تاج بوده.
این چیزی که میگه تاج و اینا، این تیم شاهین یه تیم مردم بوده. یعنی مثلا چجوری بخوام اینجوری بس حساب کنی، مثلا بازیکن‌های تیم اینجوری نبودی که مثلا فوتبال بازی کنن بعد برن خونه لنگشون رو بندازن تو لنگشون، نه میرفتن کار میکردن. یعنی اینجوری بوده که کار میکردن. من خودم پدرم بچه سبلانه، یه خیلی از بازیکن‌های فوتبال تیم پرسپولیس اون زمان قبل از انقلاب تو همون محله سبلان اینا بودن. یعنی می اومدن کار انجام میدادن، طرف میرفت سمساری کار انجام میداد. داستان چیز چیه؟ لنگی و کیسه چیه؟ کیسه رو من میدونم ولی لنگ رو من نمیدونم. داستان اینه که از قدیم خب این یه شعاریه بین استقلالیا که میگن آفتابه و لنگ و کیسه نماد پرسپولیس. این چیز هست. من شنیدم که چون کیسه آبی بوده لنگ قرمز بوده این چیزا مونده، ولی یه فلسفه‌ای داره که من نمیدونم. فلسفه کیسه اینه که همون زمان تاج و شاه پرسپولیس جلوی استقلال بازی میکنه که استقلال اسمش تاج بوده، پرسپولیس 6 استقلال میبره. بعد از اون بازی به خاطر خب تیم شاهنشاهی بوده دیگه، به خاطر این کار به خاطر این اتفاقی که افتاد تیم استقلال میفرستن حمام عمومی. توی یک حمام عمومی میگن تمام بازیکن‌های تیم استقلال خب پشت مردم رو باید کیسه بکشن، به خاطر همین میشه کیسه. هوادار پرسپولیس به این دلیل اسمشو میذارن کیسه، برای همین میگن مثلا کیسه نمیگن تاج اون موقع. بعد دیگه روش میمونه و خیلی میگن کیسه، حالا خیلی میگن به خاطر اینکه پرچم نداشتن پرسپولیسی، انگار تو استادیوم یه باری لنگ. یه داستانی بود، پرسپولیس چندین سال پیراهنش لوگو نداشت. یعنی شما به این سال قدیم فکر کنم دهه 60 اینا اگه اکثر کنین لوگو نداشت پیراهن پرسپولیس. بعد حالا نمیدونم به چه دلیل لوگو داشت باشگاه پرسپولیس، ولی اون سال اون که 2 سال اخیر لوگو رو پیراهنش نبود. یه طرح قرمز مشکی داشت پیراهن پرسپولیس که شبیه لنگ بود و هواداره پرسپولیس هم اون زمان مثلا همین داستان شما به جای پرچم لنگ می آوردن تو استادیوم، یعنی خودشون شروع کردن این داستان. بعد دیگه لنگی روشون قهرمانی تیم حریف واقعی نمیدونیم. من یه سال یادمه که توی بازی که زمان آقای شفر وقتی مربی استقلال بود یه توپ سرطنفت آبادان مهدی قائدی داد که رولا باقری زد تو گل، ولی خب گفتن اوت شده قبل شد نبود. یه سال یادمه که همین آقای نکونام مربی استقلال بود، پرسپولیس مثل رفسنجان، یا متوجه شدیم که اون گل گولسیانی آفساید بود. خب شما حالا کدوم تیم؟ من تیم فراد مجیدی، چون خب نمیگم که حقشون نبود قهرمان بشن اینا، ولی منطقش رو خواهد نگاه کنی چون یه فشار به شدت زیادی رو هوادار استقلال بود. یه پرسپولیسی خب خیلی دیگه داشتن کری میخوندن و 5 تا قهرمانی داریم و امسال 6می رو میخوایم بگیریم و کل لیگ رو میخوایم 6 تایی کنیم و دیگه فقط شما 6 تایی نیستید. اومدن یه کمکی کردن که اون بار فشاره از روی استقلالیا برداشته شد، قهرمانی لیگ رو بهشون دادن، در صورتی که قهرمانی جام حذفی رو پرسپولیسیا گرفتن که سوپر جام انجام شد و با هم بازی کردن. و اگه هم دقت کنید 2 فصل بعد پشت سرش هم باز پرسپولیس قهرمان شد. یعنی اون قدرت تیم پرسپولیس همچنان هست، هم خواهد بود و در اختیار داشت، چون اون تیمی که پرسپولیس 5 سال پشت سر هم قهرمان شده بود، 5مین قهرمانی پشت سرش که پرسپولیس گرفته بود، همون تیم مونده بودن. یعنی هیچ تغییر خاصی تو پرسپولیس اتفاق نیفتاده بود. مربی هم همون بود، مربی هم همون مونده بود، آقای یحیی محمدی هم به کار خودش ادامه داد و سال بعدش هم حتی تا نیم فصل اومد که اسمار قهرمان کرد که الان اسمار اومده. آخه داستان یه مقداری فرق میکنه، اینه که میگم من حرف قبول ندارم سر اینه که فرهاد مجیدی تنها تیمی در لیگ ایرانو داشت که بدون باخت قهرمان لیگ شد. یعنی از 30 تا بازی تیمش حتی یک بازی هم نباخت، هر 30 تاشو برد. سال 52 هم که استقلال 6-0 باخت، همین اتفاق برای پرسپولیس افتاد و هیچ باختی نداشت. آخه مستندات اینو ثابت نمی‌کنه، ما داریم در مورد مستندات صحبت می‌کنیم. من چیزی که میگه بار اوله دارم میشنوم. جدولش مشخصه، جدولش بود که استقلال همون سال سوم میشه، پاس دوم میشه، پرسپولیس اول میشه. میگم حالا من اینو بار اوله دارم ازت میشنوم، ولی داستان اینه که خب بالاخره توی این لیگ فکر کنم لیگ 24 لیگ چندم، تو این 24 لیگ حداقل
این یا اصلا آرسنال 2004 داخل لیگ انگلیس همین قهرمانی رو و جام طلایی بهش دادن و هیچ کس نتونست این رقم بزنه و به نظرم حالا فراد مجیدی حرف قشنگی زد، گفت من به اینا نمیبازم. حالا بعید میدونم کسی بتونه به رکوردش دست برسه. نباختم ولی خوب باختم جلوی پرسپولیس. یه بازی خوب انجام داد، پرسپولیس 1-0 برد و تو حذفی هم باختن به پرسپولیس. اشیا داره که از ما قیز میکنه. نه آخه واقعا داستان یه مقدار متفاوت تره. ما کلیت استقلال فراد مجیدی بازیکنیه که هم در دوران بازیگریش و هم در دوران مربیگریش خیلی خوب واسه پرسپولیس تاخته. واقعا ترین دربی باز تاریخ اصلا به فراد مجیدی یه سوال معروف. یه اسمی فقط یه اسم جواب بده. دربی بازترین دربی باز دربی کی بوده؟ کدوم بازیکن‌ها رو از تیم مقابل در می‌داشتی واسه تیم خودت؟ علی کریمی، کریم باقری، علی دایی. این تا اسطوره باشگاه پرسپولیس. پرسپولیس چی؟ علیرضا منصوریان رو برمی‌دارن، پیشکسوت‌ها سیروس دین محمدی و دروازه‌بان سید حسین حسینی. خفن‌ترین بازیکنایی که همه مردم میشناسن از تیم خودتون کی هستن؟ تو ناصرخان اجازی باش. علی دایی. قطعا منصورخان پورایدری. حالا اینا علی دایی و علی کریمی دارن کافی نیست. رزوی هر بازیکنیه که بالاخره یا تو استقلال یا تو پرسپولیس بازی کنه. و علی دایی گفت ما از کودکی استقلالی بودیم رفتیم پرسپولیس، خب الان گفت خودش گفت که من الان دیگه پرسپولیسیام. وقتی رفت خود امیرم یه حرف خیلی قشنگ زد، گفتش اما اول صحبتامون که داشت صحبت می‌کردیم، خب آدم‌ها اشتباه میکنن. اشتباه کردن و سرشون به سنگ خورد و چیزی که درست بود انتخاب کردن و ادامه دادن و همچنان هم که هست ادامه میدن. خیلی ها اینجوری بود. کوری میخونید. فقط برید سراغ منطق و واقعیت. تو این چند وقت بازی اخیر دربی یا کلا بازی پرسپولیس برده یا استقلال؟ بیشترین بردا تو این دربی اخیر مال پرسپولیس بوده. اما خب استقلال خب 2 بار تو جام حذفی پرسپولیس رو برد تو همین 3-4 سال گذشته. 9 سال بوده دیگه. تو این 9 سال نباخته پرسپولیس. مساوی داشت. مساوی رو برد. اینا 9 سال نباختن. 9 سال داخل جریان بازی نباختن. وگرنه همین 2 فصل و نیم پیش داخل پنالتی 2 بار حذفی بوده. یه بار 2 بار تو جام حذفی باختن. اصلا مساوی هم زیاد بوده. ولی من یه چیز اصولی که دارن میگن اینه که بازی 90 دقیقه رسمی پرسپولیس نباخت. آره. الان پرسپولیس فکر کنم 27 تا برده دربی در مجموع، استقلال 28 فکر کنم. نه پرسپولیس بیشتره یه دونه الان. پرسپولیس 28 استقلال 27 در مجموع کل دربی‌ها. ولی جالبش اینجاست که این دو تیم 28 پرسپولیس 27 تا است. و این چیزی که دارید میگید همش نزدیک به همه که. خب یه فرق دیگه داره. این دو تیم خب بیشتر مساوی کردن. بالای 30 تا مساوی دارن، از 40 تا مساوی دارن. خب این چیزی که دارید میگید پس هر دو تا تیم خوبی ان دیگه، واسه ما چرا داریم؟ آره اینکه تیم خوبی ان جفتشون که شکی درش نیست. بچت پرسپولیس بشه اوکی با این قضیه. فکر کنم تنها انتخابیه که جلوشو میگیره. چون من با طبیعت و زیست استقلالی زندگی کردم. شاید زیست پرسپولیسی بهتر باشه اما من از زیست خودم راضی بودم. و قطعا دلم میخواد. تو داری که از چی تو بچه من اگه من بچه بابامم، اگه بچه خانوممونم، بهترین انتخابا رو من میکنم. خب پس اونم بچه منه، بهترین انتخابه. انتخابی که انجام میده بهترینه. یعنی حتی استقلال هم انتخاب کنه خب یه روزی سرش به سنگ میخوره مثل بازیکن‌ها و فوتبالیست‌ها و خیلی از هوادارهای دیگه، برمیگرده میاد اینوری. آدم‌ها اشتباه میکنن تو زندگی. تو این دربی که الان اخیره قرار برگزار بشه 14 آذر ساعت 3 3 اروپا همین اول تو بگو پیش بینی چیه؟ خیلی سخته. خیلی دربی سختیه، مخصوصا با اومدن عثمان. اگه عثمان نمی اومد من میتونستم بگم 100% استقلال میبره. از دید تعصبی طرفدارانم بخوام بگم مثلا میزنیم بر همشون میزنیم مثلا، ولی از دید منطقی شرایط جدولی و بازی بخوام بگم من احساس میکنم یا مساوی یا برد استقلال، یا 2-1 استقلال یا 1-1. پس پیش بینی تو پیش بینی؟ والا من نسبت به بازی که با استقلال خوزستان پرسپولیس رو دیدم و تیم 2 پرسپولیس تو بازی دوستانه جلوی تیم فیکس گلگهر رفته بازی کرده و برده هر دو تا رو، من پیش بینیم 2-1 پرسپولیس. ولی اینم در نظر بگیریم که تیم استقلال امسال یه تیم
رفته رفته خیلی بهتر شدن و الان یه جورایی میتونن شانس قهرمانیشون حتی از تیم‌های دیگه بالاتر ببرن، حتی پرسپولیس که شرایط بهتری دارن تا با بازیکنان مچ شدن. خب آقا برنامه‌مون همینجا. آقا مجبورم آقا بیا اینجا که برنامه کاملا دوستانه. امیدوارم که هم استقلال هم پرسپولیس موفق باشیم. هر کسی که طرفدار این زیر برای ما کامنت قلب آبی قلب قرمز بذاره برای ما. و پیش بینی دربی آخر. پیش بینی دربی رو هم بگین تو کامنت ها. چاکریم. 4 تا 6 تا